علم ثابت کرده اگه میخواین چیزی رو به دست بیارید، اول باید مثل کسی رفتار کنید که اون رو داره. مغزت به چیزایی که فقط تو ذهنت میگذره گوش نمیده، به نحوه بودنت گوش میده. حرکت‌هات، نوع تنفست، حالت بدنت، همه دارن مدام به مغز سیگنال میفرستن و مغز بر اساس همین سیگنال‌ها آیندت رو پیش بینی میکنه. یه مثال سادهش خوابه. تو منتظر نمیمونی یهو خوابت ببره، چشماتو میبندی، نفست رو آروم میکنی و عملاً طوری رفتار میکنی که انگار خوابیدی. بعدش چی میشه؟ واقعاً خوابت میبره. زندگی هم دقیقاً همین جوریه. یه بخشی از مغز مدام چک میکنه که فکر و عملت با هویتی که از خودت ساختی هماهنگ یا نه. یعنی اگه خودت رو آدم موفقی بدونی، مغزت شروع میکنه فرصت‌ها رو جور دیگه دیدن، تصمیم‌ها رو تغییر میده و کم کم تو رو به اون نسخه جدید نزدیک میکنه. پس به جای اینکه منتظر بمونی شرایط عوض بشه تا حس موفقیت بگیری، همین الان اون حس رو زندگی کن، چون مغز اول باید باور کنه، بعد دنیای بیرون دنبالش راه میفته. اگه اینجور نگاه کردن به ذهن و زندگی برات جدیه، پیج رو فالو کن، چون اینجا خیلی به کارت میاد.